دوستای عزیز وطندارا امی گپا میتونین که شما قومای محترم خود ما و قومای در کل فارسی زبان ها نقد بکنید. خیلی خوشحال میشم. شاید من اشتباه بکنم. ما همواره و کوشش کردیم، تلاش کردیم از خواهشان از تمام خواهرها و برادرها که اگر ما یک انسان هستم، یک اشتباهی از پیشم سر میزنه، شما لطف بکنین و کمک بکنین اصلاحات به وجود بیارین. و ما آدم انتقاد پذیرم بودم و خیلی دوست دارم که شما انتقاد بکنید. طالب چی منافع ملی را در نظر گرفته که بچه های اقوام دیگر افغانستان از طالب طرفداری بکند؟ بفرمایید. چی منافع ملی را طالب در نظر گرفته؟ هر بچه هزاره که فکر میکنه که بازم ما با اینمی جهالت، با اینمی رذالت، با اینمی بربریت باز میتونیم باز اینا هموطن باشیم، اشتباه است. کاملا اشتباه است. حال خودتان ببینین. امی هر انسان هزاره را میگم، امی قوم محترم خودم میگم، اگر تو به این عقیده هستین که اینجا حرف ملی وجود داره و ما همه یک هستیم وجود دارن، هزارها حرفای دیگه ای که میگن. خب بسم الله یک دفعه دم افغانستان دم قوم خیشت زنگ بزن که چی منافع ملی دارن باز اینا. بفرمایین یک دفعه زنگ بزن خواهد من قوم خیشت است. از ظلم و جنایت از این تروریستای طالب همو قومایت برید بگه و بعد از او باز بیا در رسانه ها و بعد از او باز بیا در صفحه خود یک پیام بنویس که ما همه یک هستیم و هیچ مشکل نداریم. چی حرف ملی و حرف شعار ملی وجود دارد در افغانستان؟ تایی 4 سال نه تایی 40 سال میشه که مردم هزاره سلاخی میشه و از خانه های خود کج داده میشه و تایی 40 سال هستن که ملت ما، پدرهای ما، بزرگای ما در خط مقدمی بر حق مبارزه ایستاد هستن و باز ما و تو بیاییم به نحوی بگوییم که نه ما حرف ملی هم داریم. هزاره اگر این گپ را درک نکند که ما حرف ملی اگر می داشتیم، رهبر ما را چرا به شهادت رساندن؟ اگر ما حرف ملی داریم چرا طی 20 سال ما در تمام مناطق هزارستان که سفر میکردیم سلاخی میشدیم و از برگبار بسته میشدیم و گروگان گرفته میشدیم؟ ما طی 40 سالی که از روز طی 40-50 سالی که از روز انقلاب صورت گرفته، بنیانگذاران انقلاب بر ضد افراطیت، بر ضد تجاوز و بر ضد بی منطقی بودیم. ملت هزاره و مردم هزاره بنیانگذار انقلابی به خاطر حق و عدالت هستند. و با تمام مشکلات ها همواره کوشش کردن که این وطن شود که، ولی متاسفانه ما گستری کرده بودم، گفتم تاریخ افغانستان ختم شد، این گپ پیش دوستا ماندگار باشد. دیگر افغانستان تاریخش تمام شد، دیگر افغانستانی وجود ندارد. افغانستان در صورت وجود داشت که مردم نسبتا خوشبین بودن که این کشور مربوط همه میشه و ما میتونیم همه با هم یک کشور بسازیم. ولی با این رفتارهای این قوم محترم، با این ظلم و جنایتهای از آدرس از این قوم محترم و این گروه تروریستی همه چیز را تمام کرد. باز تکرار میکنم، اگر به هر صورت چی به زور چی به رضا، اگر تو بچه تاجیک را، اگر تو بچه ازبک را، اگر تو بچه هزاره و سادات، هر قوم دیگه ای که در افغانستان ایماق است، هر قومی که هستن، اگر تو قناعت دادی که بیا ما و تو باز دوباره یک مشارکت ملی میسازیم و یک لوی جرگه خیالی میسازیم، باز به ما مشروعیت بدین، به هیچ صورت دیگری همچون حرفی وجود نخواهم داشت برای بیاری خدا.
دیگر تمام شد، رفت. تاریخ افغانستان را خودتان تمام کردن. افغانستان را خودتان حذف کردن. افغانستان را عمل کردتان، افکار پوچ بی‌معنایتان، اینمی جهالتتان، اینمی قومگراییتان حذف کرد. اینا کار هیچ قومی دیگر نیست. شما این کار را کردن. هزارها از سرزمین خود اجباراً کوچ داده میشن. اگر قرار باشد که مردم هزاره از نوابات غزنی کوچ کنن، یعنی اجباراً اونا فرمان صادر شده، فرمان اماراتی، اول دولتی میخوانن و بعداً باز میگه فرمان اماراتی است. تو با فرمان اماراتیت هزارها را کوچ بیتی، پس او رقم باشد من مطمئن استم روزی به وجود میاین که هزارها باز همه ایتان را از قندهار باید کوچ داد، همه ایتان را از هلمند باید کوچ داد و همه ایتان را از جلال آباد و ننگرهار باید کوچ داد که سرزمین جد و اجداد و پدرای ما هستند. مسئله کوچ دادن باشد، خوش بازم شما نقص میکنین. در امی دشت برچی یک مناطق هزاره نشین هستند. قبل از انقلاب اینجا بسیار مردم کم بودن و بعد از انقلاب مردم نفوسی اونم رقم که در خانواده نفوس زیاد میشن، اونم رقم در کشور نفوس زیاد میشن. بنابراین به نفوس زیاد امروز دشت برچی نام خدا دارای چندین میلیون انسان هستند. همین خود کابل تخمین میزنم شاید 50 سال پیش در همین خود کابل احتمالاً 2 میلیون انسان نبود، حالا 5 میلیون انسان بگر. ولی حال در خود کابل که پایتخت افغانستان هستند، من تخمیناً برای شما میگم شاید بالای 15-20 میلیون باشد از تمام اقوام افغانستان. خب در دورانی که 5 میلیون انسان در اونجا زندگی میکرد، شاید خانه بسیار کم بودن و همه ما و شما یک تعداد دوستایی که تصاویر دارین یا یک تعداد دوستایی که شاهد هستین، خودتان میدانین که در همین کابل خیلی مناطق سرسبزی بود و کشتکار بود، کردا بود، اصلا دشت خدا بودن. ولی امروز در خود شهر کابل دشت پیدا نمیتونی. کردی که مانند سالهای قبل ترکاری باب اونجا کشت و کار میکردن، دهقانیا، اونا هیچ وجود ندارن. به خاطر چی؟ که نفوس کابل زیاد شد. اینی رقم شهرهای افغانستان را بگر. حالا در غزنی مردم سند دارن، در نوابات غزنی سند دارن و سالهای سال میشه مردم در اینجا ساکن هستن، زندگی کردن و یک از اینها بدون سند نیست. یک از این خانه ای که در همین نوابات غزنی اگر بدون سند، بدون مدارک پیدا کردن، من میگم کوچ اجباری بیتین، بیخی دیپورت کنین. من میگم ولی هیچ سندی، هیچ بی سندی یا بی مدارکی که اونمونجا مردم هزاره ساکن هستن، شیعه و هزاره ساکن هستن، یعنی هیچ کدام از اونا بدون سند نیستن. همه ایشان سند دارن، مدارک دارن. و اینمی تمام نوابات غزنی حرفی که خیلی دقیق و مهم هستن که من خودم به افتخار گفتم میتونم که اینا سند ندارد. چی سند دارن؟ به خاطر از اینکه در مذهب اهل تشیع و در مذهب امام جعفر صادق علیه السلام این فرمان است و این حکم است که به هیچ صورت زمینی که اگر شکی وجود داشته باشد در اونجا عبادتت نمیشه، نمازت نمیشه. او انسان های خبیث، مردم هزاره و شیعه، در جایی که زمین حتی شکی وجود داشته باشد عبادت نمی کنن. مسجدی که به زور آباد شده باشد مسجد نمی سازن و عبادت نمی کنن. تو با کدام منطق، با کدام دلیل این مردم را کوچ میتی و کوچ اجباری میتی و یا میگه که این زمین از شما نیست؟ و تاریخ غزنی را برین مطالعه کنین که
اینمی سرزمین پر از تمدن و سرزمین دلیران و عیاران تاریخ که غزنویان بودن مربوط کدام قوم می شدن؟ مربوط کدام ملت می شدن؟ غزنویان کی بودن؟ اینجا اثری از افغان محترم وجود نداره در غزنی. ای که اینها نسبتاً به یک تعدادی که اونجا آمدین کوچ کردین، خب برین از جد و بابا و از پدرایتان بپرسین که زمینه شما چه رقم اینجا ساکن در غزنی شدین، چه رقم آمدین شما در اینجا. اکثریتشون شاید در جریان باشن که والله پدرکلان ما ایرا خریده یا پدرکلان ما یا ایرا در پیسه قرود و چکه و روغن گرفته. متاسفانه بدبختانه ظلم و جنایتی که بالای مردم هزاره بودن، اکثریتی که زمینای خود فروختن از اینمی کمبودی و اقتصاد بودن که اینها متاسفانه مجبور به فروش جایداد و زمین خود شدن. و اینمی اقتصاد را کی صفر کردن؟ افغان محترم. تا 300 سال است که اقتصاد صفر، ظلم و جنایت، قتل و کشتار در این سرزمین وجود داره و باز من محکوم هستم که من تو ما را جمع میبندی. و من یکی امروز در همین رسانه ها خودم داخل هستم و شاهد هستم، یک انسانی با وجدان ندیدم که اینجا گفته باشد که طالب جنایتکار. مسئله خودت با پاکستان است، هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارن. هر کسی که میگن که پاکستان بالای افغانستان حمله کرده و این گپ ملی است، اشتباه میکنن، غلط میکنن. تو یک گروه تروریستی، امی گروه تروریستی که فعلا حاکم است، بفرما یک آدرس نشان بده که اینی عملکرد گروه تروریستی عملکرد ملی است، که باز ما بگیم لعنت خدا به سر ما که ما از این عملکرد ملی از این خبر نداشتیم و از این طرفداری نکردیم. ما ویدیو رو میبینیم سفیدایی که مجبور هستند امروز در افغانستان از همه مردم مجبورن و جبران خواسته شدن که شما باید بخزین بر علیه پاکستان تظاهرات کنین. سر از اون مردم سکوت کردن. خود از این بیانگر از این است که گروه تروریستی بالای مردم افغانستان ظلم میکنن و نباید بکنن تظاهرات. چی گفته تظاهرات میکنن؟ 4 دانه خود فروخته ای که به عزتی که عملات پاکستان را فکر میکنن که بالای منافع مردم افغانستان یا بالای هر گپی را که میکشن اشتباه میکنن. هیچ ربطی به مردم افغانستان و به منافع ملی ندارن. هیچ ارزشی برای منافع ملی گروه تروریستی نگذاشتن که ما او تو باز بگیم که باید بخزیم در برابر پاکستان تظاهرات بکنیم یا یک دو دانه ریش سفید خردجال خود فروخته مردم میگه بیاین برین در برابر پاکستان با بیل و داس. فکر کنین. دیگه تاریخ شما ریش سفیدام تمام شده. دیگه شما ریش سفیدای پوجی بیمنای سرتان کدووری پر از کثافت مغزتان، دیگه شما نمیتونین که اینجا مردم بازی بیتین که با بیل و داس در برابر یک کشور قدرتمند اتمی نظامی تو برو با بیل و داس. فقط اینجا منده ای هستن که برین چور و چپاول کنین. خود گروه طالب تروریستی رشخند جهان شده، حامیایش رشخند و لکه ننگ جهان شد. با بشکه زرد خود یک کشوری که جتهای جنگیش ببین، مشکهایش ببین، سلاحایش ببین، 1000 رقم امکانات نظامیش ببین، با بشکه زرد او رو تهدید میکنه. و یک دو دانه انفجار هم در اسلام آباد کرد. قدرتمند نظامی است تو بری انتحاری کنی و تمام روز پاکستان هم مثل دشتبرچی خیال کرده باشی که برو در مکتبش هم انتحار کو، در دانشگاهش هم انتحار کو و در کلب ورزشیش هم انتحار کو، در شفاخانه 101 بسترش هم برو انتحار کو. خود دولت نداشتیم، شهر مردگوی و دله و دوسی بود. اینجا قانون وجود نداشت، کلشان فاشیستا بودین که تو می آمدی در دشتبرچی اینجا انتحاری میکرده. حالا تو پاکستان را مانند دشتبرچی فکر کرده انتحار میکنی و پاکستانی ها سکوت بکنند.
شرم از مجلس چوب در مرقتتان میزنن. و حالا دو دن افغان تروریست از آدرس از امی گروه تروریستی، امی افغانایی که بیادر گلون پاره کردین، خود در زمین داسمان زده روان هستین، از طالب تروریست طرفداری میکنین. امی هیئتی که رفتن قرار هستن که صلح بکنن در قطر، امی ها کی هستن؟ نماینده کدام دانه منطقه افغان نشین را برده قدی خود؟ اینا کی هستن که با پاکستان صلح میکنن؟ کی رفتن؟ دو دن افغان تروریست رفته، یکیش وزیر دفاعش و دیگهش دیگه وزیرش. دو دن افغان طالب تروریست رفته قدی پاکستان صلح میکنه و تو افغان دو آتشه و تو افغان بی سواد و تو انسان خبیث باز میای در رسانه ها از این گروه طرفداری میکنی و ایره گروه قومی جلوه میدین که گویا یک گروه قومی است، بنا منافع قومی است. اصلا تو رو پاکستان عددی فعلا حساب نمیکنه که تو کی هستی. و مطمئن باشین که این کار را اینها خود اجرا کردن و دیگه تاریخ افغانستان را خودتان حذف کردین. نام افغانستان را از ذهن تمام مردم افغانستان حذف کردین شما. و گپ ملیگرایی را هر کسی که شعار بده و گپ بزنه که ما ملی با ملی باور داریم، ملی یعنی سرخمی، بیعزتی، مردگوی. هر کسی میخواد مردگو باشن شعار بتین ملیگرا شوین، دیگه ملی وجود ندارن. هیچ حرف شما نماندن. میلیون ها انسان صدای خود بلند میکنن که برادر در وطن هزار رقم مشکلات است، هزار رقم جنایت است، هزار رقم بدبختی را سر مردم آورده. این از دعای مردم است. باور به خدا کنین که هنوز هم کم است. من میگم که اگر همین مردمی مظلوم و بی‌دفاعی درمانده که در افغانستان ساکن هستند، اگر خداوند دعای از اینا را قبول بکنن، بالای از یک تروریستا از آسمان باید آتش ببارد. یه خور بمی راکیلی پاکستان خوصبان. دعای از این مردم مسلمان و قهرمانی که در افغانستان ساکن هستند و این ظلم و جنایت و این آهی دختر خانمای مسلمان که چادری بی فاطمه زهرا در سرشان بود در حقشان تجاوز کردین، پدرتان میگیره. پدرتان آه از این انسانای با عزت شما را میگیرن و گرفتن دیگه. خودتان رویتان را سیاه کده برین. هر چقدر برنامه بگیرین، هر چقدر گپ بزنین، هر چقدر دو بزنین، این خیلی خوب هستن. یک تعداد دوستا ناراحت میشن، ناراحت نشوین. اصلا بان که اینا هر چیزی که دارن باید بگوین. نوآباد غزنی خانه خود مردم است. سعی که به دو دلیل بسیار منطقاً که نمی گپ شاید خیلی ها درک نکنن. اولین دلیلش این هستن که غزنی را برین در تاریخ مطالعه کنن که اصلا بوی از افغان هم اینجا وجود داشت. سایش خوصبان و اینمی غزنی مربوط کی می شدن؟ و حرف دیگه که خیلی مهم است برای من بچه مسلمان و برای تمام قومای با عزت و سربلندم، در مذهب امام جعفر صادق علیه السلام ذکر و تاکید جدی هستند که اگر زمین یا مسجد یا هر جایی یا فرش یا هر چیزی که شک وجود داشت نمازت نمیشه و تو اونجا نباید نماز بخوانی. یعنی هیچ هزاره در جایی که شک وجود داشته باشد، چه خاصایی که شما میگن این زمین دولتی است که مچم هزار او دو میکشین، شک وجود داشته باشد اونجا کسی این کار نمیکنن.
متاسفانه بدبختانه با تمام اینمی مشکلات ها، با تمام اینمی وضعیت، با تمام اینمی مشکلات ها، با یک انسان های جاهل، با یک انسان های بی عزت، با یک انسان های بی منطق که اینمی بسته قوم خود درگیر کردن اینا، بسته قوم خود اینا درگیر کردن، درگیر ساختن. علی برار همی کسایی که دم ریپلی میته همی سگارم چخ کو دم مشغالی اندازم یاره. هر پدر ملونی که هستین هر پدر سگی که هستین دم ریپلی نتین همی علی برار همی را بلاک کجای بجای سگ کوری چخ کو بد پدر مادر از یا لعنت شون. در چی شرایط قرار داریم؟ در چی و در چی شرایط متاسفانه ما و شما قرار داریم؟ قومای محترم و قومای عزیز، امیدوار هستم که خوش باشین، موفق باشین و کامیاب باشین. و این ظلم یک خواهشی که از همه ایتان دارم، از تمامی بچه های قوم، خواهرها، مادرها دارم، این ظلم جنایت این گروه قومی و تک قومی را و این گروه افراطیت را و این عملکرد از این مردم را از یاد نبرین. رویتان خدا ببینه، گردنتان بسته استاد شوین، در کنار همدیگر استاد شوین، از همدیگرتان دفاع کنین، یک مشت واحد شوین در برابر از این رقم توطئه‌گرا و این رقم انسان‌های خبیث و این رقم گروه های بی منطق. استاد شوین. امروز روزش است که تو باید حلال زاده بودن خود در برابر سرنوشت قوم خود باید نشان میده. حرفهای پوچی بی معنایی که ولا فلانی از من خوش شوه، فلانی از من خوش شوه، گوری پدر فلانی، به خاطر قومت، به خاطر منافع مردمت استاد شو. یک ذره خودت تکان میتین، یک ذره خودت متوجه بسازید. عملکرد قومی پشتون و افغان را ببینین، زن و مرد از گروه تروریستی که تمام روز بالای توی هزاره ظلم و هزار رقم مشکلات به وجود آورده و از این گروه تروریستی خود طرفداری میکنه و حمایت میکنن. ما اوتور چی خدا زده کزک خود دفاع نتانیم. خودخواهی را، حسودی را، بخیلی را کنار بگذارید، برنامه بگیرید، لایف بگیرید، مرا دعوت کو، 4 بچه قوم خود دعوت کو، خودت بیا در لایف ما بیا، یی بیاین. امی درد دل خود چرا نمیگن؟ گپیتون چرا نمیگن؟ امی رقم خود ترسو نبود؟ تمام شهدای ما خدا رحمت کنه که هر کدام شهدا را طرف تصویرش میبینه آدم یک احساس غرور به وجود انسان میآید. به خاطر منافع قومی و به خاطر منافع مردمی از جان شیرین خود گذشتن. مرد و مردانه مبارزه کردن، ماندگار تاریخ شدن. از سردار شفیع کردن هیچ کدام ما و تو نه مقبول هستیم، نه غیرتی هستیم، نه زدنی هستیم، هیچ چیزم نیستیم. از سردار شفیع کرده هیچ کدام ما و تو بالا نیست. از زیا برادری سردار شفیع کرده و از امون رقم از هزارها صدها دانه شیربچه های قوم که هر کدام از اینا یک غروری بودن. ما و شما زیاد نیستیم. اونها در میدان جنگ در او شرایط بسیار که هیچ امکانات نبود، در او شرایط بسیار وحشتناک مرد مردانه ایستاد شدن، از قوم خود، از مردم خود دفاع کردن. اینمی شرایطی که شما امروز گویا منتظر ازی هستین که امان بره یا فلان بره که ولد بره دیگه در این دیگه در میدان. خب اینمی نظرات و انگیزه و رفتار ملت مهم است. اگر شما با این فکر هستین که همچون شیربچه‌های قوم پیدا نمیشه و نمیرن فقط حرف میزنن، باور به خدا که از خودم شروع شاید میلیون ها دانه بچه قوم
اگر قرار باشد که قوم‌ها در این نظر باشد که اینها مرد میدان نیست، از خودم شروع که میلیون ها دانه مرد میدان بچای هزاره است، بچای قوم وجود دارند. چی است؟ انگیزه وجود ندارد. وقتی هزاره ای که و یک ملتی و یک مردمی که یک انگیزه نداشته باشد در برابر ظلم و استبداد و تجاوز و دیگر، اون ملت مرده است. اون ملت مرده است. نمیتوند تصمیم بگیرن و نمیتونن کاری را انجام بدن. این امروز اگر مردم افغانستان دمیته 4 سال اگر به یک انگیزه میرسید که اینمی تروریست ها به نفع ما نیست و اینمی ظلم و استبداد و اینمی قتل و کشتار و سیستماتیک زندان ها و هزار رقم مشکلات ها را تحمل نمیکردن، امروز طالب وجود نداشت و پدر پاکستان هم بمبارد نمیتونست. جنگ بین دو گروه است. پاکستان یک کشور است و گروه تروریستی که حاکم در افغانستان است یک گروه تروریستی هستند. هیچ گپ ملی و ملیگرایی و وطن دوستی اصلا وجود ندارن. هر کسی که میگه بیاین بسم الله بفرمایید که ما تو همینجا بیا بالا بیا ثابت بساز که حرف ملی یا منافع ملی وجود داره و ما تو خلاف منافع ملی یا خلاف عملکرد ملی رفتار میکنیم.